گفتم هزار. از این رو به تو گفتم خسته شدم. گپم را نبر. شما این دختر را مطیع کردن نتوانستید. به تو گفته بودم که این دخترک سرکش است. به گپم گوش نکردی. پدر تو تشویش نکش. من آزاد را میفرستم. او را در کجایی که هم نباشد پیدا میکنم. از این چه فایده جهان؟ از دختری که پدرش را حرمت نمیکند چی نفعه؟ نفع نیست. شما تربیه کردن نتوانستید. چی روی داده ایستاد است؟ بابایم را کی باز آتشین کرد؟ باز که همین شد چون همیشه بانو ریحان. آزاد اینجا بیا پیشترم. ریحان باز گریخته است. او را پیدا کرده برگرداندم دکو. خوب پدر، حاضر کلیدهای ماشین را گیرم. ما آخر رسیدیم. تو چرا از پسم به خانه میدرویی؟ بیرو آخر. خب باشد آرام شو. تو خیلی ترسانچک بوده ای. کجا شد آن دختری که در میان وادی اسب میدواند؟ ایستو آخر تو گپ رو نمیفهمی. میگویم که آنها نباید من رو همراه تو بینند. چی میشود اگر یک جا ببینند؟ کارها خیلی بد میشوند. بیرو از اینجا. مثلا من باید با تو خانه دار شوم؟ تو خودت کیستی که با من خانه دار میشوی؟ بی حیا. به خدا به سرم بلا شدی. بیرو از اینجا. با کجا؟ تو چی کار کردی؟ زورا ایستا. آها بانو ریحان؟ دخترم این مگر اون جوانی نیست که به تو پسند بود؟ خیر او با ریحان چی کار میکنند؟ صبح خیر جناب ناسخ. صبح خیر. السلام علیکم. بانو ریحان کمی به صدمه دچار شده است. انا من او را تا خانه اش آورده رساندم. چه صدمه؟ دخترم من خوبم. جای تشویش نیست. جای تشویش نیست. او تنها از اسب رفتید. یک دو خراش ناچیزه. تشکر جناب میران. ببخش ما تنها سر و سیمه بودیم. بیا گذر قهوه نوش. شما رو تشویش نمیدیم. بعد ظهر در مهمانخانه با میخوریم. جناب میران شما روز به خانه ما آماده اید. آیا اینطور ممکن است؟ جان حق است. قهوه ما رو نوشه جناب میران. گذارید. دخترم تو خوب هستی؟ ریحان حالت خوب است؟ خوبم. برای چی به من خبر ندادی؟ به بالا قهوه آرد.